غوندې ویلې شول فت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن. کار ساخت راه زیرزمینی در چهارراه برکی از سوی ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل با سرعت جریان دارد. تلاش ها بر آن است که در آینده نزدیک بخش دوم این پروژه مهم عمرانی نیز آغاز گردد. بخش اول پروژه شامل اعمار راه زیرزمینی مترو به طول 470 متر، عرض 20 متر، عمق 5.5 متر و 525 پایه استحکامی است که از سمت لیسه نادریه به چهارراهی ترافیک امتداد می‌یابد. از سمت باغی بالا به سمت چهارراه ترافیک موقعی شده که فعلا ما کار عملی بالای همین بخش آغاز کردیم و کارهای عملی کندنکاری پایل ها و کندنکاری خود بدنه زیرگذر آغاز شده. همزمان با جالبندی پایل ها هم به پیش میره و اینستالیشن پایل ها هم از طرف شب و هم از طرف روز جریان داره. بخش دوم شامل اعمار پل هوایی به طول 700 متر، عرض 20 متر، ارتفاع 5.5 متر و 440 پایه است که از سمت چهارراهی دهن باغ به چهارراهی پروان دوم ساخته خواهد شد. قابل ذکر است به هدف بهبود وضعیت ترافیک و کاهش ازدحام، ریاست زیربناهای شهری شاروالی کابل پس از مطالعات تکنیکی و فنی چهارراهی برکی را مطابق معیارهای بین المللی به صورت ترکیبی از پل هوایی و راه زیرزمینی مترو طراحی کرده است. ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل آمادگی کامل دارد تا در سال روان راه زیرزمینی را تکمیل نماید و در سال آینده ساخت پل هوایی را آغاز کند. همکاری نهادها و شهروندان در تطبیق موفقانه این پروژه و مدیریت ترافیک از طریق راههای بدیل ضروری دانسته می شود. در گذشته خیلی ازدحام ترافیکی در چهارراه زیاد بود که با نیم ساعت یک ساعت راه صاف نمیشد. ما از وقتی که چهارراه را شاروال صاحب آغاز کرد که زیرزمین جور میکنه و پل هوایی جور میکنه، خیلی خوشوقت هستیم که تو این برنامه که در چهارراه برکی آغاز شده ان شاء الله با این ختم چهارراهی ان شاء الله ازدحام ترافیکی ان شاء الله حل میشه و از شاروال صاحب محترم بسیار زیاد تشکر میکنم. غوندې ویلې شول فت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن.